بچه ها اینجا رو غذا رو ببین با بادمجون و فلفل دلمه‌ای و بلغور چی شد. بفرمایین درستش کنیم بچه ها، توصیه میکنم، خوشمزه است. 2 تا بادمجون و حلقه حلقه با یه فلفل دلمه سبز و قرمز خورد میکنم، گوجه گیلاسی میندازم، این حلقه های لیمو عمانی، نمک، فلفل، روغن زیتون، پودر زیره همش میزنم، میریزم توی ظرف فرم. یه پنیر فتا اون وسط روش، ترخون، پودر پاپریکا، زیتون، بلغورم هم 1 ساعت قبل خیس کردم، چند تا سیر زرشکم انداختم، چند تا 1 ساعت بعد از فر 180 در میارم. این سیرا رو له میکنم تو این پنیر با اون گوجه فرنگی، بلغورامو میریزم روش، ریحون خرد شدم میدم روش. وای خوشمزه شد بچه ها، اینو درست کنید خیلی خوب میشه. نوش جونتون.